از مشکلات های خردریزی که در مابین قرار میگیرد باید بگذریم تا زندگی ما خوب شود و زندگی پر از شادی داشته باشیم. زندگی خلاص عاشقانه در مابین زن و شوهر به وجود می آید زمانی که مرد در مقابل زن معاشرت نیکو داشته باشد. خدای تبارک و تعالی اشاره می کند و امر می کند و عاشروهن بالمعروف. ای مردها، اون زنی که به عقد نکاح خود در آوردید معاشرت نیکو داشته باشید، زندگی خوبی داشته باشید و او ظلم نکنید. او را نزنید که وجود او خونالود شود، او را دشنام ندهید، ناسزا نگویید، پدر و مادرش نعوذ بالله دشنام و فحش و این مسائل را بیان نکنید. ولهن، خدای تبارک و تعالی میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و عاشروهن بالمعروف. این همه آیات مبارکه بیان میکنه که باید مرد متوجه همسر خود باشد، متوجه زن خود باشد. حدیث داریم رسول معظم اسلام علیه الصلاة والسلام میفرمایند اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. دنبال ایمان کامل میگردیم. یک مؤمن کامل چی کسیه؟ از دیدگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، نمازخوان، تهجدخوان. پیامبر علیه الصلاة والسلام یک نکته عام بیان میکنن، از همه مؤمنین ایمان مؤمن کامل تر هست که اخلاقش پسندیده باشد، اخلاق داشته باش، در عبادت اخلاق، در نماز اخلاق، در مقابل زن خود اخلاق داشته باشی. احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم. رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین شما کسانی هستند که با زنهای خود بهتر باشه. هر مردی که با زن خود خوش اخلاق هست، خوش رفتار هست، او بهترین شما هست. اینکه پیامبر علیه الصلاة والسلام نگفت کسی که تهجد میخوانه بهترین شما هست. بهترین شما کسی که با زن مسلمان خود رویه نیکی داره، با او برخورد خوب میکنه. وقتی به خانه میآید السلام علیکم، چطور هستی همسر من؟ چطور هستی؟ حالت خوب هست؟ چی مشکل داخل خانه وجود داره؟ این بهترین انسان هست. حالی کسی که از راه داخل میشه بدون سلام، بدون کلام، دروازه محکم میکوبه. تو بیرون از خانه داخل بازار معامله تو خراب شده، اعصاب تو خراب شده، دی همه میای به سر یک زنی که فرزندار تو متوجه میشه، متوجه خانه تو هست، متوجه مال تو هست. هر چی که اعصاب تو خرابه همه بر سر زن مسلمان خالی میکنی. پس حق زن پایمال شد. تو به هر سویی که برسی دستور الهی شکستاندی. و عاشروهن بالمعروف. خدا میگه زندگی مسلمان چنین زندگی باشه، چنین زندگی عاشقانه با همسر مبارکی خود داشته باشه. این دستورات الهی هست و خدای تبارک و تعالی در چندین جا از آیات قرآن اشاره میکنه که ای مسلمان، معاشرت نیکو با زن خود، زندگی خوب، اخلاق خوش داشته باشیم تا خدای تبارک و تعالی در زندگی برکت بده. این حقیه که زن داره بالای شوهر خود. دوم حقی که زن بالای شوهر خود دارد اینه که از هر چیزی که عزت و شرافت و کرامت زن را پایین می آوره تو جلوگیری کن. حق بالای تو، این حق را زن بالای تو دارد. هر جا که دیدی عزت زن، کمال زن، شرف زن، عزت زن پایمال میشه، تو خودتو محافظت بکن. زن یک مسلمان نعوذ بالله من ذلک بی حجاب میگرده، شرف زن پایین میآید، عزت زن پایین میآید. این حق را زن دارد که تو زن را متوجه باشی. زن بی حجاب نباش. چرا بی حجابی میکنی؟ چرا حجاب نداری؟ زن عطر استفاده میکنه از خانه بیرون میشه، حق زن را تو پایمال کردی. باید دست زن خود را میگرفتی. زن عطر برای کی استفاده میکنی؟ بی حجابی به خاطر چی کسی میکنی؟ چرا؟ به خاطر که این کارها عزت و شرافت و کرامت یک زن مسلمان را پایین میآورد.
آیات مبارکی قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء، مردان سرپرست زنان هستند. وقت زن بی حجاب میشن، وقت زن بدون حجاب داخل کوچه و بازار میگرده، باید شوهرش متوجه باشه زن چرا چنین کاری میکنی، اگر نکردی گناه به گردن شوهر هست. همین اندازه که گناه به گردن زن هست، خدای تبارک و تعالی شوهرم پرسان میکنه چرا حق زن خود را به جا نیاوردی؟ این حق را زن بالای تو داشت که دستش را میگرفتی متوجه این میبودی. حدیث که پیامبر علیه السلام میفرمایند والرجل راع فی اهله و هو مسئول عن رعیته، مرد فامیل در خانواده سرپرست خانواده هست، او به صحرای محشر مسئول به پیشگاه الله سبحانه و تعالی و خدای تبارک و تعالی از او پرسان میکنه آیا متوجه همسر خود بودی یا نبودی؟ آیا زنتو نعوذ بالله بی حجاب گشت، عطر و این مسائل استفاده کرد، آرایش کرد، رفت داخل بازار و فلان؟ آیا روزی گفتی زن جان چرا چنین کاری میکنی؟ آیا روز دست زن خود را گرفتی او را متوجه به احکام شرعی کردی؟ بنابراین این حقوقی که زن بالای شوهر دارد، از هر آنچه که عزت و شرافت و کرامت زن را پایین میآورد باید مرد مسلمان متوجه باشد و او را بفهماند. سوم حقی که زن بالای شوهر خود دارد این است که باید ضروریات دین را به او یاد بدهد. این حق زن داره، احکام اسلامی شوهر بیاموزه، بعد برای فامیل برای همسر خود بیان بکنه. ضروریات دین، مسائل دین، احکام دین، قوانین شریعت اسلامی را شوهر برای زن خود بیان بکنه. صدر اسلام که کامیاب بودن و از فرزندان خود گلایه نمی کردن، شکوه نمی کردن، چون خانه ایشان مدرسه بود، کتاب گذاشته بود برای فامیل، برای اهل فامیل، برای خانواده، برای همسر و فرزندان. از سیره پیامبر علیه السلام بیان می‌کردند، برای خانم خود، برای همسر خود از سیره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان می‌کردند که زن مسلمان چون عایشه گونه زندگی کند. زن مسلمان باید اخلاق عایشه صدیقه، زهد و تقوای عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در زندگی خود به وجود بیاورد. این را در صدر اسلام بزرگان دین ما چنین میکردن تا زندگی مبارک داشتن. ولی امروز در عده‌ای از خانه های مسلمان ها دور باش از این جمع، بر علاوه که خانواده مسلمان مدرسه نیه بلکه تبدیل به سینما شده. زن نشسته، فامیل نشسته، جوان نشسته، غیر از فحشا و منکرات دیگه چیزی نمیبینه، غیر از اینکه داخل سریال های مزخرف و پوچی که امروز متاسفانه به سرزمین مسلمان آوردن، جنجال های خانوادگی. اون یاد میده پسر باید دوست دختر داشته باشه، دوست دختر دوست پسر داشته باشه، در بین خانواده ها خواهر شوهر خلاصه به هم اندازی بکنه، عروس چنین بکنه، خشوع چنان بکنه. این موضوعات یاد میگیره. ای مسلمانان، ای مردم هرات، بیم خانواده های خود را مدرسه گونه بسازیم، به زن بفهمانیم زن الگوی تو فاطمه الزهرا دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. الگوی تو اونها نیست، الگوی تو دنیای غرب نیست، الگوی تو همسران پاک پیامبر علیه السلام هست. بیا از فاطمه الزهرا بیاموز، از عایشه صدیقه بیاموز. امروز عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها احادیث بسیار زیادی از عایشه صدیقه روایت می شود برای امت اسلامی و عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها استاد صحابه پیامبر علیه السلام هست. استاد صحابه، اکثریت الصحابه علم را از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مختن و احادیث عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها همین امت استقبال می کند. خواهر مسلمان عایشه صدیقه شدی؟ برادر مسلمان زن خود را عایشه گونه به بار آوردی؟ احکام اسلامی، احکام قرآن را برای زن مسلمان خود بیان کردی؟ مسئولی اگر نکردی. و از امروز هم برادر عزیز من اگر نکردی متوجه باش